هم وطن همو های وطن اکی مورا هم وطن میبرداره دیگه دولت دیگه مورا نمیبرداره چون کرده که مورا هم بچه رفتن ده هر در روسیه در گرمانیا ده هوای جو چی توشو چکته خواب توشو چکته بسرو نونا بگدوی میوکتا کودشته همین نگه یک پاره نونی پاک یک کاسه آب. دوستان عزیز این میبخشه توالت حمام است، حمام مردانه و زنانه. اینجا خانه خدا، اینجا ساعت تا ساعت همین خیلی اومدگی. اینجا گیجه های دوستان، اینجا خانه ابو لحب ابو جهل، خانه ابو جهل. رفتیم جایی که یکی از بایترین و بگیم بقوترین پلدار ارمیداری زمان خودش ابو جهل که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم چقدر عذاب داد، پروردگار خانه‌اش به چی مبدل گردون؟ به توالت، به یک توالت و یک حمامی که در این بخشید زنان و مردان مقصد میروند همونجا هم آبازی و دوش میکنن، هم مقصد طهارت میکنن، هم نجاست میشه اگر غیب بشه. یعنی که باید چیکار کنیم در حیات غضب خدا را ندیاریم، برای که خداوند به همه چیز قادر است. خداوند 2019 اخیرش یک بگیم لشکر خودش که به چشم نمایان نبود، یک ذره بود و تو حاضر وهمش در دل مردم است. این چی بود؟ کرونا ویروس. و اون خودی خداوند درگیر است اما سخیر است و اون خودی میگن دنگل خدا صدا نداره، میزنه دوا نداره. احتیاط باشه. شخصانی که قلباتون مثل قلب ابو جهل بعضی ها در نظر دارم، غجد و بخیل پر از نینویست، یعنی پیشروی یک کس نمیخواه، همه را در نظر دارم. ابو جهلانی عصری 22 نشه. خداوند هدایت کنه، پروردگار بالای راست خداوند کل مسلمان ها را هدایت کنه، خصوصا شخصانی که پیشروی یک کس نمیخواهند، بخیلند. از او بخیلی در بخی کون تبردار او غیبت یک کس ده دمی زندگی تبگی و هیچ که کار نگی. پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. همه چیز آبادی ای سرجمی میشود، یک چلیکش کلته میشود. این تک باشه کلتش نمیتونی. همه اگر ما در خونه خود و نرویم تازه نکنیم، همسایه در دنیا نمیه خونه تا تازه کنه. همه خونه اخت آباد که پشت خونه تا آباد که خجر اخت آباد که همسایه آباد کرد میشود گلستان، شهر میشود آباد، زلق میشود آباد. هم برای گفته همو که بگد هم وام خرشو هم نم خرشو، فهمیدی؟ این برای همو حرکت کنه. حالا یک جای ایشی تا میگه زوتا میگه این آبادی بهترین نمیشه و برادرها سرجم شدن در کار. هممون الحمدلله مسلمانیم. مسلمان ملت نداره، مسلمان قوم نداره، یک ملتیم. ازبک های، تاجیک های، اگر روس کی باشه اسلام قبول که باشه او برادر ما های، فهمیدی؟ برای همو دول نجبیه بینه که مردکا سرا را در زمین بزنن، در سنگ بزنن، سرا را پریخون بکنن. اشما در جا ها 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 یا قیامت در نجات بین نصیب روزو چکنه. برادرای ما و خیش اقربای ما را مسلمان را بیان میخونه خدا را زیارت کنن. من که زیارت کنم بگردم روان با طرز زندگیشو با دگرگون شود، طرز گپ رفتارشو دگرگون شود. خداوند همه تو به مراد و مقصد برسونه. آمین. الله اکبر. وطن چیزی هست که همه شیرین ترین لذت ترین در روی دنیا برای انسان وطن شد. خواه عروس باشه، خواه تتر باشه، خواه بشت چیزی که باشه، همین یک لقمه نان بیاول بخری. اما حافظ بیاد که یک پاره نان کاخ، یک کاسه آب بهتر زی حرام مرغی بریانی کسی. همین تنگ باشی، امان باشی. یا لما که نونم میگه ده آب تد میدیم میخیری، همون مرغی بریانی که همه دار دیگران میخرن 1000 بار بهتره که آشد میشود. همیدی اگر که
گوشتبریون در یک باشه در پشت کله تخت تخت باشه اگر نه اپیتیتی خوردن داری و نه اشتیا داری و هیچی اما خوردگیت با ترا میخره یکی دنیا خداوند همین تو آفریده استش میگه که آن یکی رو صد در همیون دهد انا نگه که وان دیگر در حسرت نون جان دهد وان یکی پوشیده سنجاب سمور وان دیگر خفته برهنه در تنور اینا وان یکی بر تخت باشد تیمخواه و نخ وان دیگر در خاک خالی کرده یخ طرفت العینی جهان بر هم زند کس نمیتواند که اونجا دم زند معنیش که خداوند دو دست او را اگر تو در سرت و سنگ و بلقه بزن اگر هیچی نمیشه میمری بود جو را گرفتن نمیتونی همین خیلی یک از اینه کم میتیه یک از زیاد میتیه و یکی بسیار و یکی کم میرسه برای همه شکرانه کم در کن ولی اخیرا میگن که شکرانه ای خداوند سنجیشت میکنه دو برگم تاری گفتی در دنیا چه عمل خوبی که اگه باشید تلا پس خطش میزند قبض کندگی بر رفتی جهنم اینه برای همو بچه ها احتیاج دین اسلام سبکه که آسونه که نیکی بحث پینای در یک گپی نمیخواد خطه ای دست میتی خدا زده در طال ساده بله دوستان عزیز خوب گفت بابی خیلی از خانه خوب گفت بیا این جای مقدس این خانه خدا طواف کعبه جای مقدس آمدن گیره انشاءالله زیارت کنی بابی جان سلامت باشی وارث خانه خوب آمین